سلام بچه‌ها، من تو ویدیو قبلی رفتم به مزرعه سیب زمینی و سیب زمینی برداشت کردم و قرار شد که با اون سیب زمینی سوپ درست کنم. حالا امروز میخوام سوپ درست کنم، پس اگه ویدیو قبلی رو ندیدید ببینید و اگه دوست داشتید لایک کنید و کامنت بذارید. خب بچه‌ها، برای درست کردن یه سوپ خوشمزه ما نیاز به سری مواد داریم دیگه، مثل هویج، سبزیجات، فلفل دلمه و مرغ. اما چون من قارچ خیلی دوست دارم، توی سوپم یه ذره قارچ هم میریزم. خب من مواد لازم رو برداشتم و بعد اونا رو بشورم و خورد کنم. پس گوشی رو میذارم روی کابینت و از شستن و خورد کردنشون ویدیو میگیرم براتون. خب بچه‌ها، من مواد لازم رو شستم و الان میخوام اونا رو خورد کنم. شما هم اگه خواستید این سوپ رو درست کنید، سعی کنید خیلی مواد رو ریز خورد نکنید که موقع پختنشون له نشن. خورد کردن مواد تموم شد، بعد حالا اونا رو بریزیم توی قابلمه و بذاریم روی اجاق گاز و دیگه کماندش روب میزنن که رنگش خوب بشه. بچه‌ها، من همه چی ریختم تو قابلمه و گذاشتم بپزه. حالا بعد در قابلمه رو بذاریم 1-2 ساعت بهش زمان بدیم که سوپمون خوب جا بیفته. سوپ ما آماده شد. دوستتون دارم. خدافظ.